این خانه فراموش کنیم. این خانه دیگه خانه شما نیست. این چیزکتون را گیرین. شما پای زندگیتون، من پای زندگی. ابراهیم میره این خونه. فهمیدین اپا؟ یا شما دا خوچیر پوچیر نیست. فهمیدین؟ رجب علی ایبرانی نازاد داداش تو در یکش میگم دنیا را بی احمد زمانی ناداریمون زمانی کمبغلیمون مادرمون از دست دادیم بعد او پدرم برای ما و تو چقدر زحمت کشید چقدر حرکت کرد و هزاران رنج عذاب ما فرزندو را کلام کرد ما فرزندو را به اینجا آورد رسوند و خودش از دنیا گذشت. خداوند رحمت و مغفرتش کنه. امروز ببین صاحب کسب هم شدیم وقتانه صاحب خانه هم شدیم صاحب زن هم شدیم صاحب همه چی شدیم نه که بدبختانه پدرمون در برمون نیست. درست برای تونسته که وقتی مایده بودیم برای یگون چی جنگ میکردیم یا که برای یگون چی مرا جنگ میکردیم پدر می اومد با میدونست که کنه گرماییم با پشتگیری مرا بگیرید شما را جنگ میکرد. درست حقیقت درست میگه که همه فکر میکنیم که هر یک پدر مادر همین فرزند خوردی را یا فرزندای خوردی را نسبتی کلانو بیشتر ناز میبینن برای اون که ارکن خوردیان ارکن نه خواهرم هم در برابر تو میگه که چقدر ناز میگی چقدر مثال گپ که نازاتون هم میبرداشت ای سبب فرزندای خورد خونه بودن تو باید که خلاصا نقص تو میگی. ای خای خداوند رحمت و مغفرتشون کنه. آمین. خداوند خانه و آخرتشون زیبا و پرنور بگردونه. السلام علیکم. بیایید اپا بگذاریم. نه من نمیشینم. خوش آمدین بچه. اکو خاطر جمعی پدرتونم دادیم معرکه‌هاشت دادیم. خوش آمدین. اکو مونین ما با خواست دل خودم زندگی کنم. اکم یک خانه بود پدرتون برای مامون جوانی من نگاه نکرده من پدر همین پیر شمایه به خاطر همین خانه رو درش گرفته بودیم. خوش آمدین دیگه. اگر یکم چیتون مانده باشه بچه به این ملال چیزکتون را گیرین. شما پای زندگیتون من پای زندگی. مشکل اپا جان ما در زندگی تمامی روزا را دیدیم به خانه و به دری را دیدیم به چورگی را دیدیم کمبیزواتی را دیدیم مشکلی را دیدیم. یکی یک چی را فراموش نکنین ما گشنه نیستیم بفهمین ما این خانه به خاطر یگان چیزی خانه به خاطر این خانه و در نمیاییم ما به خاطر آن میاییم که هرچی نباشه این خانه بوی پدرمون میکنه یادی پدرمون میکنه ما حداقل پدرمون در برمون نداریم حداقل همینجا میاییم برای ما یک خاطراتی هست بفهمین. یک اسفنده میگیرم دود میکنم که در همین خانه نه خاطرات پدرتون مونده و نه بوی پدرتون نه دیگر چیزی پدرتون. خوش آمدین. پدرتونم خاطر جمعیش دادیم. خزن جیل پسکتون رو گیرین روی دیگه در اینجا نغمه بازی نکنیم. من زندگی دارم من زندگی نو آغاز میکنم. خانه داره تایستر شهزاد جان اهمیت نداری و خاطر روح و روان پدرمون چی میکنیم؟ راست که به خاطر پدر من خودم اول ناز میدونستم که این زن ما را پدرمون به خاطر خودش نه به خاطر همین خانه به خاطر چیز چوره همین خانه پدرمون گرفته یکی بگذار ای سرش سبیل بومه ما و تو به مثل گشنه و گرسنه نیستیم. بخیزه مکه خودترش
خیلی خوش آمدین. دیگه این راه خانه فراموش کنین. این خانه دیگه خانه شما نیست. این خانه من. خاطرات پدرتون و همه چی پدرتون دیگه خطتون بره. خوش آمدین. خیلی خنک شدین که دیگه پولتون همین سنگه. راه خانه فراموش کنین. خاطرات پدرشون مونده. اینجا دیگه خانه من، خانه پدرتون. هازی باز دارم اشکنی بیا. السلام. و علیکم السلام. سوزن خوبه نپا؟ سلامتی تحصیله؟ سوز بیا. بیا. چی؟ نو خانوی جمع داشتیم که خیلی تو اومدی بعد جمع میکنم. اینجی دیگه سلامتی ها سوز؟ همه خوب؟ نه برای شما چه خیلی؟ من سوز میگم همی خونه اجاره داتیم. یک دو سال یکم راه دورم کم ترک عصبم آروم کنم. چی؟ خیلی میشه اپا جون که در خونه ما خوشی های زیاد داریم. شما یک دو سال مگین حتی یک لحظه برای ما گفتی که پا غنیمت که خونه پدرمون بریم بیاییم. میدونین که پدرمون گذشتگی درجه خاطرات کودکی مونه تنها برای همین میره میبینیم. شما بیزار کردین قطعا همین خاطراتون فهمیدین؟ خاطرات داریم، بوی پدرمون داریم. همین نو اکو تا گفتم که در همین خونه چیزی داره. تو سوزنه که ای خودتون موندگه ای پدرتون موندگه گیرین برین. اگه با تو در من خاطرات میگی در همین حولیتون در خونهتون نتگی همین صورت پدرتون کلون کره زنه همین ایده درمانده میبینین پدرتون. انا خاطراتی پدرتون. من شوهر میکنم مونه من به حال خودم زندگی کنم. دیگه هر روز بالای من آمدن میگیرین خاطرات. فهمم. من مقصد شما را فهمیدم اپا. یعنی که شما خونه را اجاره میتین. اپا جان گوش کنید. پدرم در وقتش وصیت کرده بودن که اگر ما بودو برای همیشگی یعنی دائمی ای خونه برآمده رفتیم در اینجا یک امانتی ای پدرمون موندگی باید همون امانتی را گیریم یک صورت ای گیریم بعد رویم ای همینجا. در اینجا یکم چیزی پدر دیگه موندگی نیست. همین چیزی که بود بردن اکا و دادرات. همین چیزی که بود من بردم همش پرت گفتم. این خونه دیزینفکسیا کردم اسپاندود کردم که هیچی از همین شما و خاطرات شما و ای پدر شما نمونه. اپا جون من میام امانتی پدرم میگیرم بعد میرم امانتی پدرم به دست بیگناهان نمیمونم. فهمو؟ یا گیر تیز روین که بیزار کردین قطعا این خاطراتتون. من خیلی میام شفا. این پدرت هم جوی با جو کردنش هم میدونسته. این چیه؟ چی باشه این؟ چی؟ چیه؟ خونه به نام شما اپا؟ خونه به نام منه؟ با اکی بود برای چی من شما پیش کردیم که چیزی چارتون نگیره خونه منه؟ پدرت خونه به نام من کرد اگه خونه منه؟ چو رو بینیم؟ چی؟ این دروغه؟ این ساختگی این ساختکاره خونه به نام منه. پدر خونه به نام من کردگی بود. این دروغه همه خونه به نام منه. این دروغه همش این خونه به نام منه. یگم چی دروغ نیست. این حجت را که دیده استین این حجت اصلی ای اپا جان
яъне ки падарам хонара ба номи ма кардагия, ба номи шумо нест. Хона хонаи май. Фаҳмиден апа? Анака гӯш кунен апа. шумо агар қати ман муносибатона соз мекардем, қати аком муносибатона хуб мекардем, акома зада ай хона пеш намекардем, мумкин ки ҳозир ман хотири рӯзои гузаштара қати падарам якҷоя будаам, хотир дида шуморо ай хона пеш намекардем. ҳозир як дар ин хона сари сӯзан дорен, либос дорен, чизе дорен, надорен, ҳозир ҷамъ мекунен, мебурен, мерен ай хона. фаҳмиден апа? дигар шумода хотир потир нест. фаҳмиден? хезен апа? шумо на кӯдак дорен, на ягон чизе дорен ки дар ин хона ҳаққу умуман зиндагӣ карда надорен. хезен либосотонро ҷамъ кунен, хуш омаден. хезен. Rajab Ali Ibroni.